استخوان کالکانئوس یا استخوان پاشنه این استخوان بزرگی هستش که الان در تصویر به رنگ متفاوت نشون داده شده. بزرگترین استخوان مچ پا هست و به تنهایی میاد برآمدگی پاشنه پا رو به وجود میاره. در ناحیه مچ پا استخوان کالکانئوس بین استخوان تالوس و کوبوئید قرار گرفته. در واقع استخوان تالوس بالای استخوان کالکانئوس قرار داره. بنابراین روی سطح فوقانی استخوان کالکانئوس باید ما رویه مفصلی داشته باشیم که با سطح تحتانی تالوس مفصل بشه. علاوه بر این جلوی استخوان کالکانئوس گفتیم استخوان کوبوئید قرار میگیره. بنابراین روی سطح قدامیش هم باید یک رویه مفصلی باشه که با استخوان کوبوئید مفصل میشه. به طور کلی خود استخوان کالکانئوس تقریباً از نظر شکل ظاهری مکعبی شکله. بنابراین 6 تا سطح داره. سطوح شامل سطح قدامی، سطح خلفی، سطح فوقانی، سطح تحتانی، سطح داخلی و سطح خارجی هستش. سطح قدامی استخوان این سطحی هستش که به سمت جلو یا به سمت استخوان کوبوئید قرار میگیره. کوچکترین سطح استخوانه و روش یک رویه مفصلی وجود داره که میاد با استخوان کوبوئید مفصل میشه. سطح خلفی استخوان این سطح وسیعی هستش که به سمت عقب قرار گرفته. سطح خلفیش رو میان به 3 تا ناحیه تقسیم میکنن. ناحیه فوقانی،